سلام و درود بر نائب بر حق امام زمان حضرت آیت الله العظمی علایایی. خدا خیرتون بده. علیک السلام و رحمت الله. اسطوره آخر الزمان. آقا من یه تقاضایی داشتم خدمتتون. بله، من در باب نیابت من عرض کنم بینندگان محترم که ایشان گفت نایب، حالا بعد بعضیا ادعا نکنن که من ادعای نیابت کردم. در این مسئله که برای تبلیغ احکام و تبلیغ علوم الدین تمام علمای شیعه این منصب را امام علیه السلام به اونها داده و این اصل منصب مال خود امام علیه السلام و چه تبلیغ دین، رفع شبهات، بله جواب دادن به سوالات دینی، این اولا و به ذات مال خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مال امام زمان علیه السلام. اما این منصب را به علمای دین هم سپرده اند و هر کسی که این کار را خوب انجام بدهد در این مسئله نائب امام زمان علیه السلام. در این مسئله این که بگیم نائب امام علیه السلام یا در جای امام علیه السلام نشسته این اشکال نیست، به شرط این که مطالب را درست اونطوری که ائمه علیهم السلام گفته به مردم بیان کنند، از پیش خود چیزی اضافه نکنند.